در یه جمعی از دانشجوها دعوت شده بودم در مورد جنگ شناختی صحبت کنم. جلسه رو اینطور شروع کردم. گفتم که فرض کنید من برادر کوچکتر شما هستم و بسیار علاقمندم که مهاجرت کنم به یک کشور اروپایی مثل آلمان، بلژیک، سوئیس یا کشور دیگه. میخوام منو متقاعد کنید که من مهاجرت نکنم. من از دیگران سوال کردم در مورد پیشرفت‌های کشورهای اروپایی عدد و ارقام‌های عجیبی گفته شده. مثلا معلم ما گفته، فلان رفیق من گفته، فلان مثلا فرض کنید شبکه اینستاگرامی تبلیغش کرده. من دیدم نسبت به اونها ما خیلی عقب تریم. علت این که میخوام مهاجرت بکنم همینه. من میخوام تو اون مقیاس، تو اون جغرافیای پیشرفت زندگی بکنم. مثلا یه نمونه همین کشور آلمان یا بلژیک یا سوئیس، من چند تا از شاخصاشو به شما بگم. یکی از شاخصاش اینه که اینها پایین‌ترین میزان خودکشی رو نسبت به میانگین دنیا طبق گزارش WHO سازمان بهداشت جهانی اینا پایین‌ترین میزان خودکشی دارن. یه نمونه دیگه‌ش این که رتبه سوم المپیاد علمی دنیا شدن. اینقدر رو دانش آموزشون کار کردن. یا مثلا فرض کنید اینا به حدی از تکنولوژی رسیدن دیگه نمیخواد بیمار شما از اینجا بره برلین در آلمان جراحی کنه. یه ربات جراح ساخته تو ایران شما به کار میگیره توی بیمارستان که خودت هستی. بعد پزشک آلمانی هم تو بیمارستان خودش با اون ربات جراح مثلا شما رو جراحی میکنه. اینقدر پیشرفت تو تکنولوژی. جراحی مغز جدید تو شکم مادر رو اینا در تاریخ در همین رزومه خودشون ثبت کردن. چطور میشه مغز جنین تو شکم مادر رو جراحی کرد؟ خیلی عملیات پیچیده‌ای تو حوزه جراحی پزشکیه. یا در مرکز بلژیک مثلا گرمخونه زده شهردار اونجا که هر کسی معتاد کارتون خواب آواره است بیاد تو گرمخونه شب بخوابه، صبح بره به کار زندگی خودش برسه. حتی شب معتادش هم نمیذاره تو بارندگی و سرما بخوابن در زمستان. یا نمونه دیگه این که توان مقابله نظامی همزمان کشور مثل آلمان همزمان با چندین ابرقدرت نظامی داره و اینو ثابت کرده. یا بزرگترین آبشیرین‌کن فراساحلی اروپا در مثلا شهر سوئیس ساخته شده. نمونه دیگه این که رشد علمی اونها چند برابر متوسط سرعت رشد علمی در دنیاست. 10 کشور اول هوافضای دنیا همین دو سه کشور که من گفتم مثل آلمان. حالا سوال من اینجاست، با این همه شاخص‌های پیشرفت در کشور اروپایی، آلمان، بلژیک، سوئیس، فنلاند که من برای شما اسم بردم، چرا من باید مهاجرت نکنم؟ پاسخ عموما این بود. یا پاسخ احساسی میدادن برای حفظ وطنت، برای اینکه بالاخره پدر مادرت اینجا هستن، یا میگفتن خب بالاخره باشین بسازیم، یا میگفتن خب شما هم برو، اصلا نباید بمونی. بعد تو پاسخ گفتم بچه‌ها اینا که من به شما گفتم بخشی از شاخصه‌های پیشرفت جمهوری اسلامی ایران خود ما بود تو همین 47 سال اخیر. یعنی ما پایین‌ترین میزان خودکشی رو طبق گزارش WHO در سال 2015 نسبت به میانگین دنیا کسب کردیم. ما رتبه سوم المپیاد علمی دانش آموزی شدیم. همین اخیراً دانش آموزای ما در دنیا رتبه سوم بودن. آمریکا، چین و ایران، آلمان، بلژیک، سوئیس و سوئد و ژاپن با اختلاف از ما عقب‌تر بودن. ما ربات جراح سینا رو ساختیم که رقیب ربات جراح آمریکایی‌ها شد که میتونیم یک آلمانی رو در برلین با پزشک خودمون در ایران جراحی بکنیم. جراحی مغز جنین در شکم مادر در ایران رقم خورد و ثبت شد. گرمخانه تو آلمان نبود، تو بلژیک نبود. تو آلمان و بلژیک کلی کارتون خواب و هوملس داریم. تو همین تهران خود ماست، تو کلان شهرهای کشور خود ماست که شهرداری‌ها برای معتادها و افرادی کارتون خواب هستن گرمخونه دارن که شب تو سرما نخوابن. توان مقابله نظامی با چند ابرقدرت دنیا رو ما ثبت کردیم. تو همین جنگ 12 روزه ما در مقابل آلمان بود، ایتالیا بود، انگلستان بود، فرانسه بود، رژیم صهیونیستی بود، آمریکا بود. ما تونستیم در مقابل همه اینها یه تنه بایستیم و پیروز میدان باشیم. بزرگترین آبشیرین‌کن فراساحلی اروپا نبود، بزرگترین آبشیرین‌کن فراساحلی خاورمیانه بود که شهر رئیسی ما تو سیستان ساخت. نمونه دیگه رشد علمیه. ما رشد علمی 11 برابری متوسط سرعت جهانی در تاریخ ثبت کردیم. جمهوری اسلامی ایران با کمک همین جوونا. یا 10 کشور فضایی دنیا یکیش ماییم که چرخه کامل فضایی رو تولید بکنیم. اینا بخشی از افتخارات ما در 47 سال که حتی یه دونه‌شون شما نشین. گفتم بچه‌ها جنگ شناختی